چقدر مردمی که زندگی میکنن. سفر قاری فسح همزمان با تجدید قوا از سوی مولوی مهدی رئیس ستاد ارتش طالبان به بلخاب رفت. از ادعای تاراج معادن تا اتهام واگذاری جغرافیا به پاکستان، طالبان ادعای واگذاری واخان به پاکستان را رد می کنند. خواست تکراری همسایه و بازی طالبان با تهران. رئیس جمهوری ایران دستور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند را داد. خانه‌به‌دوشان افغانستان به خطر اخراج از خانه همسایه. بیش از 3000 مهاجر افغان در یک هفته گذشته از ایران اخراج شدند. وصف آرایی دو کوریا. کوریای شمالی از آمادگی هسته‌ای در برابر کوریای جنوبی خبر داد. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب از آماج نیوز خوش آمدید. قاری فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان در رأس یک هیئت نظامی این گروه به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل رفت. وزارت دفاع طالبان میگوید این هیئت برای بررسی اوضاع امنیتی ولسوالی بلخاب به منطقه رفته و برای رفع نگرانی‌های امنیتی دستورات لازم را به مسئولان محلی صادر کرده است. چقدر مردمی که زندگی میکنند تحت هر نامی، هر قومی، هر مذهبی، اینا تمامی از یا مسئولیت امارت اسلامی است که امنیتی از یا را تأمینه و شما هم جزئی از این خاک و جزئی از ملت افغانستان هستید. امارت اسلامی افغانستان در قبال شما ان شاء الله عزیز مسئولیت پذیر است که امنیت شما را مکمل تأمین. طالبان در اوایل ماه سرطان صدها نیروی نظامی را برای سرکوب مولوی مهدی تنها فرمانده هزارت تبار خود به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل اعزام کردند. 3 روز پس از جنگ شدید در بلخاب نیروهای طرفدار مولوی مهدی از این ولسوالی متواری شدند و طالبان صدها نیروی نظامی را در این ولسوالی مستقر کردند. پس از پایان درگیری ها در این ولسوالی دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرد که در اثر جنگ 3 روزه بلخاب دست کم 27000 نفر آواره شدند. نهادهای متعدد حقوق بشری میگویند که طالبان در جنگ بلخاب غیر نظامیان را تیرباران کرده، خانه‌های مردم را آتش زده و اسیران و افراد تسلیم شده را به قتل رساندند. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در افغانستان با انتشار پیام‌های جداگانه خواهان محافظت از غیر نظامیان در بلخاب شدند. این نهادها نگرانی عمیقشان را در خصوص کشتار غیر نظامیان توسط طالبان ابراز کرده بودند. وزارت دفاع طالبان میگوید مولوی مزمل و مولوی نجیب الله معاونان وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات این گروه نیز شامل هیئت نظامی بودند که به ولسوالی بلخاب رفتند. مقام‌های نظامی طالبان در حالی به این ولسوالی رفتند که نهادهای امداد رسان تا اکنون نتوانسته برای ارائه کمک‌ها به آوارگان جنگ بلخاب دسترسی پیدا کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس اخیراً گزارش داد که با وجود تلاش‌های آژانس‌های مدد رسان سازمان ملل این نهادها نتوانسته به همه آوارگان جنگ بلخاب دسترسی پیدا کنند، زیرا بسیاری از آنها هنوز در کوفه هستند. مولوی مهدی تنها فرمانده هزارت تبار طالبان بود که پس از تسلط این گروه بر افغانستان برای مدت کوتاهی رئیس استخبارات طالبان در بامیان مقرر شد. او پس از برکناری از این سمت و زادگاه خود به ولسوالی بلخاب رفت و به دلیل عدم حضور هزاره‌ها و شیعیان در حکومت طالبان از صف این گروه جدا شد. وزارت دفاع طالبان ادعای پیشروی نظامیان پاکستانی در منطقه راهبردی واخان بدخشان را شایع خوانده و گفته است که مسئولان این گروه به ساحات مرزی بدخشان رفتند. طبق اعلامیه این وزارت، مسئولان فرقه عمر ثالث و لوای 8 سرحدی این گروه از سرحد برغل در ولسوالی واخان که خط مرزی میان افغانستان و پاکستان است بازدید کردند. و نقل از اعلامیه، مسئولان طالبان از نیروهای سرحدی مستقر در این مناطق به خاطر تأمین امنیت سرحدات و حفظ تمامیت ارضی افغانستان قدردانی کردند. وزارت دفاع طالبان گفته که تمام ساحات مرزی در بدخشان و سایر مناطق سرحدی و خطوط فرضی تحت کنترل این گروه است. این وزارت گفته است که نیروهای طالبان متعهد به حسن همجواری با همسایه ها هستند و در صورت تجاوز به حریم افغانستان از وجب خاک این کشور دفاع خواهند کرد. اخیراً ادعا شده بود که طالبان منطقه راهبردی واخان را
با پاکستان واگذار کرده تا این کشور با آسیای میانه دسترسی پیدا کند. این ادعا از سوی مقام‌های حکومتی پیشین مطرح شده بود. کریم خرم رئیس دفتر ریاست جمهوری وقت گفته است که افغانستان در زمان حکومت کرزی خواستار واخان شده بود، اما کرزی این خواست را نپذیرفت. اخیراً طالبان در شبکه‌های اجتماعی نیز ویدیوهایی را منتشر کرده که نیروهای این گروه در حال تخریب پایه‌های مرزی پاکستان است. روشن نیست که این تأسیسات در داخل خاک افغانستان است یا در داخل خاک خود پاکستان. یکی از اعضای طالبان در یک نوار تصویری میگوید که پاکستان با ایجاد تأسیسات مرزی در واخان در تلاش تصرف یک چشمه است. رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت وزیران با وزرای امور خارجه و انرژی این کشور دستور داد که حقابه ایران از رود هلمند را پیگیری کنند. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه 5 اسد در نشست هیئت وزیران تاکید کرده است که جمهوری اسلامی در خصوص پیگیری حقوق ملت ایران به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. دفتر ریاست جمهوری ایران در خبرنامه‌ای میگوید که آقای رئیسی به وزارتخانه‌های مربوطه مأموریت داد که با جدیت سایر راه‌های تامین آبی آشامیدنی و آب کشاورزی برای مردم استان سیستان و بلوچستان از جمله از طریق حفرچاهای ژرف و اختصاص دکل‌های ویژه را پیگیری و هرچه سریعتر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی در حال برصد حقابه این کشور از رود هلمند تاکید می‌کنند که طالبان پیوسته گفتند که طبق قرارداد افغانستان و ایران حقابه سالانه ایران داده شده است. پیشتر وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران گفت که طالبان تا اکنون فقط در کلام وعده تحقق حقابه این کشور را داده است. علی اکبر مهرابیان به خبرنگاران گفت که کلام به هیچ وجه کافی نیست و برای تحقق حقابه ایران شخصاً با طالبان وارد مذاکره می شود و به زودی به افغانستان سفر می کند. او تاکید کرد که مذاکرات جدی با طالبان خواهد داشت. اما اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت آب و انرژی طالبان میگوید که به ایران نظر به توافق حق آب داده شده است. مقام‌های ایرانی میگویند امسال آب جاری کمتر از 4 میلیون متر مکعب بوده و این در حالی است که در معاهده هلمند بین ایران و افغانستان میزان حقابه 820 میلیون متر مکعب است. حقابه ایران همواره از مسائل بحث برانگیز میان ایران و افغانستان بوده است. با تسلط طالبان بر افغانستان این موضوع تبدیل به یک مسئله جدی میان دو کشور شده است. سازمان مدیریت بحران ایران میگوید بر اساس قرارداد سال 1351 افغانستان از رودخانه هلمند باید 50 متر مکعب آب در ثانیه وارد ایران کند، اما تا اکنون حتی 1 متر مکعب آب هم داده نشده است. منابع محلی در ولایت نیمروز میگویند که در یک هفته گذشته بیش از 3000 مهاجر از ایران اخراج و از مرز نیمروز وارد کشور شدند. منابع با آماج میگویند که در میان اخراج شدگان شماری از خانواده ها نیز شاملند. ایران اخیراً طرح سرشماری اتباع غیر مجاز را آغاز کرده و مقامات این کشور اعلام کردند که افرادی که در این طرح ثبت نام نکنند از کشور اخراج می شوند. مجید میر احمدی معاون وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران گفت که با پایان یافتن طرح سرشماری اتباع غیر مجاز در کشور، اخراج کسانی که در این طرح شرکت نکرده باشند به صورت جدی آغاز می شود. در این حال شماری از مهاجران افغان از ایران برگشت داده شدند. میگویند که با وجود گرفتن برگه اقامت و اشتراک در طرح سرشماری از این کشور اخراج شدند. طالبان اعلام کرده است که به صورت متوسط روزانه 1000 مهاجر از ایران وارد افغانستان می شوند. این در حالی است که پس از سقوط کابل به دست طالبان آمار مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای همسایه از جمله ایران رو به افزایش است. رویترز گزارش داده است که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی گفته است که کشورش آماده بسیج بازدارنده جنگ هسته‌ای و مقابله با هر گونه درگیری نظامی ایالات متحده است. او برای اولین بار از رئیس جمهور جدید کوریای جنوبی انتقاد کرد و هشدار داد که صلح پایتخت کوریای جنوبی به سمت جنگ پیش می رود. با گزارش خبرگزاری رسمی KCNA، کیم جونگ اون این اظهارات را در جریان سخنرانی در مراسمی به مناسبت 69مین سالگرد آتش بس جنگ کوریا بیان کرده است. او همچنان اضافه کرده رویارویی با ایالات متحده از زمان جنگ 1950 الا 1953 تهدیدات هسته‌ای را به دنبال داشت
که کوریای شمالی باید به یک وظیفه تاریخی فوری یعنی تقویت دفاع شخصی خود دست یابد. با اظهارات آمادگی نظامی افزوده است نیروهای مسلح ما به طور کامل آماده پاسخگویی به هر بحرانی هستند و بازدارندگی جنگ هسته‌ای کشور ما نیز به طور کامل آماده است تا قدرت مطلق خود را صادقانه، دقیق و سریع برای مأموریت خود بسیج کند. در همین حال کوریای شمالی میگوید که واشنگتن به اقدامهای خصمانه خطرناک و غیر قانونی با کوریای جنوبی علیه کوریای شمالی ادامه میدهد. این سخنرانی پس از آن انجام شد که یون سوک یول رئیس جمهوری کوریای جنوبی و واشنگتن از آماده سازی برای انجام اولین آزمایش هسته‌ای پس از 2017 خبر دادند.